بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، قسمی که شما دیدین روند سرشناسی این خانواده های نیازمند چون توزیع کارت ها تمام شده است. ما در قسمت دیگه از این برنامه قرار داریم که بسته های مواد غذایی از بین فامیل های نیازمند تحویل میشه. علای متعال به خواهرمان نوریه و همچنان عمر سینیل که اینا پل ارتباطی ما را انتخاب کردن برای دستگیری این فامیل های نیازمند اجر پاداش عنایت بفرمایید. روز چند عاید داری خودت؟ ساعت 1.5 ساعت است. حل میشه مشکلاتت؟ نه شکر خداست. خب و خود مکتب میخوانی؟ چه کار میکنی سر کار؟ بودپالشی. بودپالشی میگیم. چرا کار میکنی؟ کس دیگه نیست خانه کار؟ نه. چند نفر هستین باز اون وقت؟ 8 نفر. کی خبرت کرد که جماعت میده؟ تو آمدی. ما آمدم کارت دادم. خب شما خوب هستین؟ شکر فضا سلامت شکر. چه وضعیت اقتصادیتان؟ شکر خوبه بایسکل میکنیم. بایسکل سازی کس خبرتان کرد؟ بله خودتان کارت دادین برام. خب کارتایتان هست؟ خب بسیار خوب. بله کارتایتان. فکر میکنم شما خودتان سرپرستی فامیل دارید. خودم سرپرست فامیل هستم. در یک روز چند؟ خب برابری یک روز 300 میشه، یک روز هیچ نمیشه، یک روز 400 برابری زیاد. حل میشه مشکلاتون؟ والا نمیاد. نمیشه. نه. خب استفاده که ان شاء الله بتونیم در آینده نامای شما هست که ما شما رو کمک. خب دوستای عزیز، یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از نوریه خواهر ما و همچنان عمر سینیل و شریف مزک. علای متعال خیر و برکت نصیب بفرمایه. ما بتونیم انشالله به این روند تا آخر ادامه بدیم. لینک ها مشاهده میکنین. ما پل ارتباطی میان شما و این خانواده هستیم.